حين ولدتها طيب. بله سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حال شما شبتون بخیر. خوبی برادر بزرگوارم؟ زنده باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ احمد هستم. احمد آقا بفرمایید. احمد هستم. بفرمایید. خوبی شما؟ زنده باشید. ببخشید این چند مدت نتونستیم، گرفتار بودیم، گرفتارمون کردن. خدا گرفتارشون کنه به ماهتون. آمین. تماس بگیرید. آمین. آمین. 6-7 ماهی که از زیارت کردن بعد نشستن استامت‌های مبارک شما دیگه شبکه‌ها محروم بودیم. خلاصه ببخشید. الله متعال حفظتون کنه. تقاضا و تمنا را داریم از آقایونی که گرفتار میکنن مردم، حداقل به این فکر بیفتن که آیا از بین بردن حق خدا، کلام خدا راه درست میگیرن. ما را هم مثل افغانیان نگاه کنن، نه دیگه مثل کسای دیگه. به چشم ایرانی نگاه نکنن، به چشم افغانی نگاه کنن. به همین قانه. ممنون از برنامه. تشکر از شما احمد آقا. الله متعال حفظتون کنه و به شما صبر و ثبات نصیب بکنه. زنده باشید.